صدامون میکنه استلا. تو برو. بیا، چه چیزی آزارت میده جوجه جغد من؟ بابایی یه خوابی دیدم، یه خواب خیلی خیلی بد. یه کابوس؟ من داشتم کل کاخو میگشتم و هیچ جا نتونستم پیدات کنم. تو اونجا نبودی. آروم باش بیا، چیزی نیست، حالت خوب میشه عزیزم. وقتایی که میترسی و نمیدونی من کجا، یادت باشه که مهم نیست چه اتفاقی برای من بیفته. من هیچ وقت از ستاره آتشین خاص کوچولوی خودم خیلی دور نمیشم. در دل تاریکی سکوت نمایان میشود، همیشه حس سرد بودن به تو دست میدهد. این زمانی است که سکوت زیر نور ماه فراگیر می شود. چقدر زود این صورت فلکی ناپدید می شود. گمان می کردم که قدیما بی پروا هستم، با خود می گفتم که این عشق می تواند مفرح باشد. همکنون همه داستان هم رو به اتمام است، به جز یکی از آنها. هنگامی که ستاره ها همتاز می شوند، به یاد بیاور که آن یک نشانه است. بدان که حال تو بهتر می شود، بدان که همه چیز بهتر خواهد شد. و حتی اگر 7 حلقه هم از هم فرو بپاشند، با این وجود که روز آخرم باشد، بدان حال تو خوب خواهد ماند. حتی هنگامی که میروم، بدان حال تو خوب خواهد ماند. و هنگامی که آفرینش به مرگ نزدیک می شود، به دنبال من در آسمان ها خواهی گشت. در آخرین روز حال تو خوب خواهد ماند. باورم نمیشه تو با یه این خوابیدی؟ اونم تو تخت خواب کوفتیمون. آخه غیر منتظره بود، من وقت نداشتم که برم موتل. مثل یه ریت حرومزاده. لعنت بهت. لعنت. میخوای این یکی رو بکنی؟ نه معلوم میتونم. تو یه مایه لنگ هستی. دیگه نمیتونم برای یه لحظه اون قیافه یه کرم خورتو تحمل کنم. سلام نوکرتم، صبحت بخیر. خوب خوابیدی جوجه جغد من؟ الان جدی پرسیدی؟ داری به چه چیزی گوش میدی؟ اسم این آهنگه دنیام داره تبدیل به خاکستر میشه توسط سیکتو بزن بابا، یه گروه. اوه چقدر دلنشین. جیغ کشیدنهای امروزتون تموم شد؟ میدونی چه کاریه که خیلی خیلی وقت انجامش ندادم؟ تو را به مکان مورد علاقت تو کل جهنم نبردم. پس چطوره که با هم به لولولند بریم؟ دیگه 5 ساله نیستم. تو همیشه وقتی میبردم به لولولند خیلی خوشحال میشدی. خب نظر چیه که امروز با هم 2 تایی بریم اونجا؟ ترجیح میدم خودم رو بکشم. بزن که بریم، هر چیزی بجز موندن توی این خونه. حالا میرم که امنیتمون رو تامین کنم. امنیت واسه یه شهر بازی؟ ما هم پول داریم و هم جذاب. مردم پول و بدن ما رو حتما میخوان عزیزم. بیشتر برای پولم. از طرف خودت سخن بگو شازده. من حالا به مردی زنگ میزنم که میتونه منو بکنه. چی؟ که میتونه از من مراقبت کنه، از ما. عضوی از خانواده گویشا بودن خیلی ارزشمنده، میدونی که. بلیز واقعا که تو چه رئیس خوبی. آره من بدجور میخوامت قربان. منم همینطور. بیایی 3 نفره بزنی. بنال. سلام بلیتسی کیر کلفت من.
نه من که خوردی؟ افت کلام داشته باشین با همتونم. من یه درخواست ویژه‌ای ازت دارم. ببین من همین الان یه لایه پرداری شیمیایی داشتم، پس بهتره صورت یکی دیگه رو واسه جا کردن تو اون کونه پردارت پیدا کنی. واسه یه دخترمه. مطمئن شو خوب اول به صورتش، اوکی؟ نه من دخترمو به لولولند خواهم برد و امیدوار بودم شما این پای کوچولو بتونین ما رو همراهی کنین. ما آدم کشیم نه بادیگارد، اوکی؟ ما رو الکی جایی دعوت نکن مگه اینکه قرار باشه کسی بمیره. هزینه‌شو میپردازم. از ایناشو با چی با پرداز؟ پول. قبوله. ای بابا. خب نمه بیاین اینجا، ما داریم میریم لولولند. لولولند سلام کپی به مقصد رسیدیم. یا یادت باشه این فقط کاره، فقط کار. من و خدمم نیومدیم اینجا نیازهای منحرفانه پرنده‌ایت رو ارضا کنیم، گرفتی؟ هی بابا ما لازمه که اوکی یه دقیقه همونجا استوب کن عزیزم. اگه زور بزنی که کونه کوچیکمون تو این پانک بگاین قسم میخوام. وقتایی که جدی هستی خیلی بامزه میشی. عملا حالم بد شد. توش میدونستم روز سختی میشه. چی لازم داری؟ آنتی اکسیدان، لیپوپروفن، اون یه مافین. تیکه بود پیرمرد. درسته. ولی اون گفت عملا. وای خیلی وقتی از زمانی که بچه بودم اینجا نیومدم. هنوزم همون جوریه، چی عوض نشده. اونجا رو ببین چقدر بزرگ و این عمیقا ناراحت کننده است. بی خیال بهمون خوش میگذره تو که تالا نیومدی اینجا. نه تم پارکا همیشه منو مضطرب میکنن، مخصوصا شانس بیاراشون. سلام چطوری؟ من لولو هم خوش اومدی به لولولند. اگه اینجا آسیب دیدی ببین میتونی شکایت کنی یا نه. نگاه کن بیا اون که اونجاست یه لولوه. یه سوالی دارم. خب ببین پرسه دختر کوچولو. آهی راسته که میگن این پارک فقط یه کپی شخمی از دنیای لوسیفره که خیلی هم معروف تره. نه اینجا بوی کلاهبرداری تبلیغای تلویزیونی هم میده. چرا نریم یه نگاهی به این سواری هم اون بندازیم؟ خوشگله خیلی فقط وحشتناک. سب کن تا باباش سعی کنه داخل سوراخات سر یعنی بکشه. چی؟ میدونم زیر اون لباسی من به جا کشید. تو اینجا رو واقعا دوست داری؟ آره. من کشت مرده اینجا. مامان و بابام میذاشن من و خواهر برادرم واسه تفریح بیام اینجا بعضی وقتا. آره اینجا قیمتاشون سر به فلک کشیده است. آخه مثلا اینقدر پول واسه یه کابل مدروس که فقط یه بار استفاده میکنی؟ خب اینجا لولولنده دیگه. به حرف جنت گوش کن ماکس. ای نظرتون چیه من اول باشون برم شما دوتا بریم یکم خوش بگذرونی؟ پیش به سوی سواری مورد علاقه کس کی کسکش من با تو نیستم. میدونی خیلی هیجان انگیزی که کارت جدی گرفتی. بذارش برای بعدن کونی الان دارم کار میکنم. خلوت کنی. ای من که چند روز کار نیستم. چیه همین الان گفتم نیستم نفهم. نگاه کن بیا. وقتی کودک بودی عادت داشتی از شوق این نمایش خیلی گریه کنی. وای نه. از این دلغک کیری متنفرم. بچه من بدوگردم و لازم داره بکشم. هی ببین کی اینجاست رفته فیزرالی رومانتیک مستقیم از طرف کارخانه ممون برای یک جشن فوق‌العاده. لولولند با او می‌نویسن که این یعنی دور بودن از طرح دادخواهیمون. پس بازم بریم. لولولند همگی باید بخونن، هر پسری و هر دختری، هر مردی و هر زنی. لولولند همه چیزی باز با لولولند پیدا میشه. بچه‌های بیرید دیگه دست همون نگه داشتن توی لولولند. دوستان همه تو لولولند، باقی جا نداره تو لولولند. کسی ندیده کپی را توی لولولند. من دارم یه رویا، اون داره یه رویا که بهتون بگم، اینجاست که بهتون بگم. داره یه جای شگفت‌انگیز به نام لولولند.
سلام پا بذاری تا جای زتون رو بستونی. ماکسی چه تخمی تخیلیه. از اون چیز خوشت آره من حتی نمیدونم اون چه جونوریه ولی عاشقم قیافه تخمی جوان. بالاخره یه چیزی که میتونم از پسش بر بیام. خیلی خوب یه دور نفتن. تو ضربه اول ریدی. ببین فسقری هدف رو نگاه کن نیفتاده پس نبردی جاقی. بنگری بخورش این کسکش چه مرگشه. تو داشت یه نزیتی بهت کنم تو خیلی کس دستی. یکی دیگه لولولان همگی باید بخونن هر پسری و هر دختری هر مردی و هر زنی. چقدر لذت بخش بود. وای من چقدر نشونه گیری خوبی داری بلیتزی. دیگه نمیتونم تحمل کنم. وایسا اکتاویا. اون بلیتزوی سنسورم تشخیصش دادن بکنم بچه هم روز از دست فرار میکنن. نه الان دیگه به خواهش سرا داره. درست مثل تماشاچیات وقتی جوقی بیمزدتو میشنیدن ساکت میموندن. چنده پولی که من از این کار در میارم خیلی بیشتر از تویی که یک کپیه بیارزشه یه ربات ارزونه و یه دلغکی گنده کوزه. ریماسن کی داره میسوزه؟ چه واقعی باشه چه نه مردم منو دوست دارن. حالا کسی هست که تو رو دوست داشته باشه بلیتزا؟ نه ولی الان کارم واقعا با تفنگ خوبه. غیرش بده کولی. شم دارم شمای مخصوص برای قیافه کیریتون. کاری میکنی ناراحت کننده به نظر برسی. میدونی که روزمان زدی آخه نمیتونی برای خانمی چیزی بگیری. بده منم یه امتحان کنم. اوه خیلی خوششانسی آفرین چی کرد. داری با من شوخی میکنی؟ تو یک کشکشی که تو بذارم ور من دارم با خانمی صحبت میکنم. ای بچه ها شما احتمالا باید بریم مطمئن شی که اصلا سالش خوبه. من چند تا کار ناتموم دارم که باید ترتیبشو بدم. اوه عجب دهنه با استعدادی. شک ریدی به اون عکس دوم بلدسیه. اصلا تو چی راه بیدو آمدی؟ اکتاویا تنها بذار. این دیگه چی میگه؟ من الان فکر میکنم با دیگه آدم کارشون انجام بدم. الان بهتر شد. بلیتزی کجاست؟ اون شوالیه سوار به اسب منه نه شما کوچولو موچولو ها. اونه مشغوله کسخوله بودنه. چطور کسخولی؟ راستش الان همه چیز آتیش گرفته. به تخمه. اکتاویا فکر میکنم که امروز انگار بهت خوش نگذشته. من اصلا نمیخواستم بیام اینجا. من معذرت میخوام عزیزم. فکر میکردم اینجا رو دوست داری. آره وقتی بچه بودم و مامان بابام با هم بد نبودن و بابام هم همش عین این آویزونه گی نبود. من متاسفم ویا. من بابت همه اتفاقاتی که در میفتن متاسفم. میدونم که زیادی من باید گوش میکردم. فقط میخوام برم خونه ولی خونه دیگه حس خونه هم نمیده. تو خرابش کرد. تو باید بفهمی که من و مادرت من فقط حس کردم من اون همیشه من دیگه من متاسفم. من نمیتونم کلمات درست رو بگم. تو قراره به اون فرار کنی و منو بذاری و بری و جایی بری که هیچ وقت نتونم پیدات کنم. چی؟ نه
نه هیچ وقت. من هیچ وقت این کارو نمی‌کنم. هیچ وقت. فکر کنم دیگه وقتشه که اینجا رو ترک کنی. حق با تو بود. تو دیگه خیلی برای اینجا بزرگ شدی. چی میگی بکنی؟ خب پس الان دوست داری چیکار کنی؟ میشه بریم جیگرکی عمو سیبیل؟ خیلی جیگراش خوشمزه است. باشه. مرسی بابا. بعضی وقتا خوبی من ها. از تو ممنونم ویو. آفرین بهت که همه چی ها گنزنی قربان. میارزید اون دلقه که از تو بازی جنه باید قصد قبل عزیزم.